تو بهمن سال 1366 توی روز سرد زمستونی تو محله نظام آباد تهران، محمد رضای قصه ما به دنیا اومد. هیچکس فکر نمی‌کرد این بچه قرار روز یکی از بزرگترین رپرهای ایران بشه. زندگیش از همون بچگی پر از سختی و چالش بود. وقتی 5 سالش بود، پدرش که همیشه دنبال پیدا کردن گنج و زیرخاکی بود، دچار اعتیاد شد که بعد از مدتی دستگیر شد و به زندان افتاد. این اتفاق کل مسیر زندگی رضا رو تغییر داد. وقتی 9 سالش بود، پدر مادرش از هم جدا شدن و این جدایی براش خیلی سنگین بود. اما مادرش سعی کرد زندگی رو بچرخونه و جلو ببره. چند سال بعد مادرش دوباره ازدواج کرد، ولی رضا هیچ وقت نتونست رابطه خوبی با ناپدریش داشته باشه. تو 11 سالگی رضا دیگه نتونست تحمل کنه و خونه رو ترک کرد. خیابون و کوچه‌ها خونه‌اش شدن. شبا هم هر جایی که میتونست میخوابید. اما همین زندگی تو خیابون به رضا درسای زیادی داد. مدتی بعد دوباره برگشت خونه. اما ناپدریش تصمیم گرفت رضا رو سر کار بفرسته، ولی این بار سخت‌تر از قبل. ناپدریش حقوق رضا رو برای خودش برمی‌داشت. این باعث شد که رضا دوباره خونه رو ترک کنه و بره دنبال راه خودش. اما یهو رضا نگاهش به کادویی که پدرش تو تولد 7 سالگی بهش داده بود افتاد. اون براش یه ضبط و نوارای رپ از هنرمندایی مثل راکیم و توپاک خریده بود. از همون موقع که رضا با دنیای رپ آشنا شد، شروع کرد به نوشتن شعر. حتی اولین آهنگش هم دیس پدرش بود، اما هیچ وقت منتشر نشد. چون علاقه شدیدی به توپاک داشت، اون روز تصمیم گرفت اسم هنری خودش رو تریپاک بذاره. چند وقت بعد رضا از طریق یکی از دوستاش با سروش هیچکس تو استودیو آشنا شد و گروه صامت رو با هم دیگه تشکیل دادن. چند سال بعدم رضا با گروه 021 آشنا شد که این آشنایی تحول بزرگی تو زندگی حرفه‌ای رضا به حساب میومد و اسم تریپاک براش موندگار نبود و اسمش رو به رضا پیشرو تغییر داد. همین گروه باعث شد که سبک کاریش تغییر کنه و وارد دنیای حرفه‌ای رپ بشه. آلبوم اولش اسمش وقت کثیف بود و با استقبال خوبی روبرو شد. همینطور آلبوم بعدیش به اسم واقعیت تلخ بیشتر معروفش کرد. اما تو این مدت رضا با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد. یکی از بزرگترین مشکلاتش اعتیاد بود. رضا به خاطر داشتن مواد مخدر تو یک مهمونی دستگیر شد و خودش خوب میدونست که باید از این وضعیت بیرون بیاد. با اراده و تلاش خودش تونست از دام اعتیاد خلاص بشه و خودش رو دوباره بسازه. پیشرو به خاطر نقدایی که تو آهنگاش از شرایط